اگر به شما بلیط‌های ارزان در کار باشه مرحمت با واتساپ اویاکاسه شهنازه زنگ بزنین، کار شما در 5 دقیقه بود میشه و بلیطاش ارزان و باوری نوکی. پهلوان جمهوری ازبکستان بخشی پهلوان حالا یک هفته سعی جوان کلا به تصویر دارم جمشید دوستی جو برابر فقط پهلوانان خوب در پهلوی موسیق میشنم دوستی جو بیا دوستی بیا دوستان عزیز اکنون نبرد مرکزی آغاز می‌یابد. آخر رشید ماجدوف پهلوان از جمهوری تاجیکستان بخشی پهلوان از جمهوری ازبکستان یک اشتر در اینجا گوش بگیرم ببینشو در اینجا بیا برادر اون طرف دو برادر گوش در اینجا گوش بگیرم اشتر در کنورت با خورشید بگید دوون نشود اما اشتر در کنورت جو شدگیه Alavon to. Kira sudah moni, kira sudah. Akan boboishom. Kira sudah lagi mekunam. Sardavar kit. Evaradar akaram, evaradar. Hazırın afan navur bardır diyor. Navur bardır. Hamara Bobror. Vakti ki Pahlavonun Özbekistan bu Tacikistan megine Hamara Bobror. Oho, ana akılım. Yaklaşan aziz taşkiri kırık. Harkas, mesincan harkas. Muhtaram Emomali Rahman ve Prezident-i Cumhuri Kuşari Hamsoyay Özbekistan. روابط تاجیکستان و ازبکستان در سطح خوب قرار دارد. یک کوکب صمیمی به خاطر دوستی میان تاجیکستان و ازبکستان. این نبرد رفیقانه است، نبرد دوستانه است. تاجیکستان ازبکستان برادران قریب و تا امروز هم برادران خوب. Baka. Minyak. Markazi maydon düşürdü. Devam ediyor. Markazi maydon. Barodar Aziz, yaşta güzel naklet. Aka. Markazi maydon Xurshid Majidov boshi pahlavon.
رقیب. Ayşe Zareta. Kamay. مخلصان عزیز، این دو پهلوان در جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در گشتین جدای جمهوری در جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میان هم رقابت کرده بودند. این دو پهلوان یکدیگر را خوب میشناسند و از هنر یکدیگر با خبر هستند. راستی پهلوان از جمهوری ازبکستان، خورشید مجید و پهلوان از جمهوری تاجیکستان. فیضی توباتov پهلوان از ولایت مختار کوهستان بدخشان. فیضی توباتov یک بار آمده جای شد که فیضی توباتov برو گشتگی. همین فضای ایدانه را شبکه تلویزیونی ورزش ثبت میکند. ببینید مرتبه بالای سر همه ایمان آور برداری میشن. داران جان برادر عزیز ما اگر ثبت کنند بسیار خوب است، ثبت نکنند فقط آواز میبرند. مرکزی میدان بچه جان پهلوان، بچه جان هم گشتنی خوب بگیرد. من پهلوان نوعی واسی است، پهلوانان نوعی واسی خوب گشتین میگیرم. اکنون با پهلوانانی که در مقیاس جهان گشتنگیری میروند و یک دست 4 دقیقه گشتین نمیگیرند آنها را سیاه میگوییم. اکنون پهلوانانی که در اینجا گشتین نمیگیرند و هم سیاهی خورد حساب میشوند. اگه جهانگیر را 10 مرتبه اعلام کردیم که بودیم دیگه چی کنیم بودیم. هر روزی هستم برای بسوی با موسی پراموشی تازه گشته گرفته است. اگر باشد یکان رقیب برآمد یک ماشین دیگر را باقی مانده است.